بعد پدر از این شبکه‌های اجتماعی نالت که در دست هر کس و ناکس افتیده و هر کس و ناکس اجازه داره هر چی بگویه و به خاطرش هم یک چند تا پول به دست بیاره. آبروی انسان با ارزشتر از هر دارایی که شما فکر میکنین است. نکنین یک انسان بیابرو نسازین، یک انسان توهین نکنین، یک انسان تحقیر نکنین. نهایتا اگه توی ادعای خوبی داری که نقد میکنی، تو نقد تعریفش میفهمی، شیوه هایش میفهمی. نقدی است که ما بیایم بگیم رامکی صاحب اینی گلاس است، این گلاس سیاه تاثیرات منفی داره، از این که در رنگش سبز باشه خوب است، اینی راه حلش است. اینی مکنی بعد بغیر گلاس دولت و خاندانی گلاس راه حلتون چیز نیست. مکن نشد دیگه. این نقد نیست، این توهین است، این پیتیزدی دادن است، این یک انسان صدمه رساندن است. نه تنها یک انسان، یک خانواده را تو زن از گلاس دو میزنی، زن از او چی وضعیت داره؟ اولاد از صبح چی وضعیت داره؟